کوشا و نوشا. دو پرنده کوچک در جنگلی زندگی می کردند. اسم یکی از آنها کوشا و اسم دیگری نوشا بود. آنها شبیه هم بودند و همیشه با هم پرواز می کردند. روزی پدر و مادرشان به آنها گفتند شما دیگر بزرگ شده اید. غیر از بازی کردن باید چیزهای دیگری هم یاد بگیرید. کوشا و نوشا خوشحال شدند و پرواز کنان لانه‌شان را ترک کردند. آنها در راه دارکوبی را دیدند. دارکوب پرنده دانای جنگل بود. کوشا و نوشا از او خواستند کمی از علم و دانایی خود به آنها بیاموزد. دارکوب گفت بسیار خوب، اما کار ساده ای نیست. شما باید سالها تلاش کنید تا دانا شوید. کوشا و نوشا قبول کردند. 2 سال گذشت. کوشا به آموختن ادامه داد، اما نوشا از آموختن خسته شد. او دلش می‌خواست آزاد باشد، بازی کند و از این شاخه به آن شاخه بپرد. برای همین یک روز پرواز کرد و از آنجا رفت. نوشا در راه به هدهدی رسید که پاکیزه، راستگو، امانتدار و مهربان بود. از هدهد خواست تا این چیزهای خوب را به او یاد بدهد. هدهد قبول کرد که به او آموزش بدهد. 2 سال نگذشته بود که نوشا از این کار هم خسته شد و از پیش هدهد رفت. این بار به طوطی سخنگو رسید و از او خواست خوب حرف زدن را به او یاد بدهد. طوطی گفت بسیار خوب، اما تو باید اول خوب دیدن و خوب گوش کردن را یاد بگیری و تمرین کنی تا بتوانی خوب سخن بگویی. این کار چند سال طول می کشد. نوشا قبول کرد، ولی هنوز 1 سال نگذشته بود که از آموختن خسته شد. برای همین یک روز پرواز کنان از پیش طوطی رفت. او تصمیم گرفته بود پیش پدر و مادر پیرش برگردد. سرانجام نوشا به لانه برگشت و دید همه از خوبی و دانایی کوشا حرف میزنند. کمی به فکر فرو رفت، سپس پدرش این شعر فردوسی را برایش خواند. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. یعنی هر انسان یا هر کسی که دانا باشه توانا هم هست و دل انسان پیر از دانشی که داره همیشه جوانه.